چکاره؟ پیامبر آخرین زمان و اولین زمان. تو پیامبری؟ بله. از جانب کی پیامبر؟ از جانب پروردگار عالم که صاحب این جهان است. دنیا را پیدا کرد خداوند یکتا و بی‌انتا و بی پایان که صاحب 4 کتابم، صاحب قرآن و تورات و زبور و انجیل و شفیع المسلمین هم که تو باور نداره که پیامبر آخر زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد ختم شد؟ زمان پیامبر ختم شده بود اما این نشنیدید در کتابا که پیامبر در آخرین زمان دست بشر کنی، دست بشر تکنولوژی پیشرفت کرد. پیامبر زمان خطر میکرد، کفر اسلام میکرد، دست بشر پیشرفت کرد تکنولوژی. پیامبر میآید که امتش جواری کند، در عشق و مشق عدالت برقرار کند. اسلام مرز ندارد، بنی آدم مثل یکدیگر است. بابای آدم و بی بی حوا یکی بودن، نوح علیه السلام و فرزند